خب رسیدیم به قسمت دوم از سیمای صحابی بزرگوار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اسعد بن زراره. یادتون باشه ما اشاره کردیم که ایشون اولین شخصی هست که از یثرب یا مدینه مسلمان میشه، از قبیله خزرجه. بیعت عقبه اولی، ثانیه و ثالثه حضور داره و یکی از نمایندگان پیامبر هست، از نقبای 12گانه برای مدینه هست. و اشاره کردیم که در مدینه اوس و خزرج بالاخره دو طایفه بودن که در واقع با هم پسر ماه حساب می شدن. اصل این طایفه برادرانی از یه پدر مادر بودن که اینها بالاخره بینشون اختلاف و دشمنی ایجاد شده بود و 120 سال جنگ و دشمنی و کشتار بود. و اشاره کردیم به جنگ بعاث. در جوار اینها یهودی ها حضور داشتند و این اسلام بود، این برکت اسلام بود که در مدینه اینها رو به اخوت و دوستی و برادری اینها رو کشوند. و اشاره کردیم که مفسرین وقتی در این مورد صحبت میکنن میگن بله، در جاهلیت عرب این گونه بود، جنگ های قبیلگی، جنگ های عصبی، جنگ های نژادی، جنگ های بر اساس عصبیت فردی، شرک، خرافات، همه اینها، راهزنی ها، انتقام های فردی، کینه های بالاخره نسل های گذشته، امنیت رو در این بین اینها از بین برده بود، به ویژه خب در مدینه. و این به برکت اسلام اینا همه به دوستی و الفت و محبت تبدیل شد و تبدیل به یک برادرانی شدن کنار همدیگه و سرنوشت هایی که همه به سوی خوشبختی و سعادت حرکت کردند. از همه ابن عطیه در تفسیر این آیه نکته خیلی جالبی رو میگه. آیه‌ای که گفتیم در جلسه قبل گفتیم که خداوند میگه شما بر هم با دشمنی داشتید، لجاجت داشتید، نامود میشدید، خداوند بین قلب‌های شما محبت ایجاد کرد. ایشون نقل میکنه، میگه این آیه عملا دلالت بر این داره، خطاب به اوس و خزرج در واقع، چرا که بین اینها جنگ و دشمنی بود، مخصوصا جنگ‌هایی مثل بعاث و دیگران. و این جنگ‌ها هر چند وقت دوباره شعله‌اش برانگیخته میشد، یه اختلاف بین بچه‌ها میشد توی محله جایی، اینها مقابل هم دوباره شمشیر بکشیدن، ده بکش که هم دیگه رو میکشید، تا خداوند به برکت اسلام این دشمنی‌ها رو برداشت. و اشاره میکنه که اول 6 نفر از انصار به مکه رفتن که قصد حج داشتن، اونجا پیامبر اسلام رو به اونها عرضه کرد و اینها قرآن براشون خوند، اینها مسلمان شدن و ایمان آوردن و کم کم انصار چیکار شدن؟ مسلمان شدن. که اولین نکته‌ای که میگه وجود داشت، ایشون خیلی جالبه، میگه که بنی اسرائیل و یهودیانی که اونجا مجاور همسایه اینا بودن، اینا همیشه به عرب‌ها میگفتن بذارید یه پیامبری از بین ما برگزیده بشه، پیامبر از بین ما برگزیده شه، خدا امروز و فردا پیامبری برمیگزینه، زمانش نزدیکه، اون موقع ما با شما میجنگیم، همون گونه که خداوند عاد و ارم و اینها رو کشت، ما هم شما ها رو میکشیم. خب نیا کنید این انصار مدینه، اهل مدینه شنیده بودن اوس و خزرج که پیامبری میخواد بیاد و خب این متوجه هم بودن و خداوند خب این پیامبر محمد صلی الله علیه و آله رو برگزید و اینها قبل از اینکه یهود بخواد به پیامبر بپیونده در اونجا مدینه، بر اساس وعده ها اینا ایمان آوردن و اونها مبتلا به حسادت و دشمنی شدن. و از طرفی هم خب جنگ های داخلی اینها رو ضعیف کرده بود و به برکت اسلام این جنگ های داخلی اینها پایان پذیرفت و اینها با هم دیگه برادر شدن. بالاخره این ملاقات هایی که بین اهل مدینه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مکه صورت گرفت، سبب شد که بالاخره این اسلام در اون سرزمین رشد بکنه و این اسعد بن زراره اولین شخصیتیه که در واقع در این مسیر ایمانی قرار میگیره و با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت میکنه که این خیر و برکت نصیب حالش میشه. و نکته‌ای که اینجا خیلی اهمیت داره، ابن اسحاق در سیرت خودش آورده که ایشون نقل میکنه از بزرگان قوم خودش، مثلا از عمر بن قتاده، اون از بزرگانش، میگه اونها وقتی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ملاقات کردن، پیامبر به اونها گفت شما کی هستید؟ اینا گفتن ما افرادی از قبیله خزرج هستیم، طایفه خزرج هستیم. پیامبر گفت آیا شما از موالی یهود هستید، با یهود اونجا بالاخره دوستی و همپیمانی دارید؟ گفتن بله. گفت آیا می نشینید با هم صحبتی بکنیم، گفتمانی داشته باشیم؟ اونا گفتن اشکالی نداره. میگه اونا نشستند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونها رو به سوی خدا الله دعوت کرد و اسلام رو به اونها عرضه داشت و آیاتی از قرآن رو برای اونها خوند و الله رب العالمین گونه فراهم کرد که اسلام در قلب‌های اونها جا گرفت و اونها اسلام رو پذیرفتن. خب اینها بالاخره با یهود بودن، در سرزمین خودشون اهل کتاب بودن، یهود اشاراتی کرده بودن به این موارد و خب اینها هم خودشون فهمیده بودن شرک و خرافات در بین خودشون وجود داره، بت پرستی. وقتی پیامبر این آیات خوند و متوجه شدن این همون پیامبریه که یهود بهش وعده میداد، این بود که اینا قبل از این که بخوان چیز کنن دیگه سبقت گرفتن و از محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کردن و باهاش بیعت کردن، پیامبر رو تایید کردن و بالاخره این سبب شد که اسلام به مدینه بیاد و رشد
رشد بکنه و مدینه بشه بالاخره محل هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. اینا برگشتن به سرزمینشون، ایمان آورده بودن با صداقت و راستی و خب اینها گفت 6 نفر بودن: اسد ابن زراره، اوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبه ابن عامر، عقبه ابن عامر و جابر ابن عبدالله بودن. میگه وقتی اینها اومدن پیش قوم قبیلی خودشون اوصاف پیامبر رو تعریف کردن، اون چیزی که دیده بودن تعریف کردن، اینها رو دعوت به اسلام کردن تا کم کم بالاخره در بین انصار یا اهل مدینه اسلام رشد پیدا کرد و هر جا سخن از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و اینها مسلمان شدن. و خب در شعر و تاریخ ادبیات عرب خیلی زیبا این صحنه ها و لحظات رو یادآوری میکنن. اما نکته جالبی که وجود داره، اسد ابن زراره با یاران خودش بالاخره این برگزیدگانی که میشن به دیدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرن و یک گفتگویی بین اینها و پیامبر رخ میده که عباس عموی پیامبرم در اون گفتگو حضور داره و این خیلی اهمیت داره که ما به عمق این گفتگو توجه بکنیم که چه اتفاقی افتاده. که میگه اینجا ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه، من ناچارم متن رو از رو بخونم دقیق‌تر که اشتباهاتی پیش نیاد. میگه که در اون عقبه‌ای که داستان بالاخره طولانی هست نقل شده که عقیل ابن ابی طالب برادر حضرت علی نقل میکنه، میگه عباس ابن عبدالمطلب که عموی پیامبر اومد بود با اینها صحبت کرد، اینا با عباس صحبت کردن. بعد چرا که این داشتن صحبت میکردن دیگه و صدای پیامبر رو شنید، گفت پسر برادر من اینا کیان حالا پیش تو؟ اینا داشتن پیامبر صحبت میکردن. عباس هم از اونجا عبور کرد، گفت عمو جان اینها از اهل یثرب هستن، از قبیله اوس و خزرجن. بحث عقبه هست دیگه، عقبه اولای یا به عبارت ثانیه. میگه که من اینها رو دعوت کردم به اونچه که بالاخره باید دعوت بکنم، اینها دعوت منو پذیرفتن، منو تایید کردن و گفت که اینها اینجا اومدن به دیدار من. میگه عباس ابن عبدالمطلب بالاخره اون مرکب خودش و شترش و هر چی که بود اونجا پایین اومد، اون رو محکم کرد و بهشون گفت نگاه کنید ای افرادی که از قبیله اوس و خزرج هست، این پسر برادر منه، محبوب ترین شخص به نزد منه. اگر شما راست میگید، اونو تصدیق کردید، بهش ایمان آوردید و میخواید اینو از سرزمین قوم قبیلگی خودش بیرون ببرید، بعد شما عهد پیمان بدید که ازش حمایت میکنید، عهد پیمان بدید که این رو خوار و خفیف نمیکنید، عهد پیمان بدید که اون رو یاری میکنید. چرا که شما همسایگانی دارید یهود و یهودی ها اینجا در دشمنی نسبت به عرب ها به خاطر چیزی مثلا کینه قدیمی دارن و ما در امنیت نمیبینیم که مبادا شما محمد رو ببرید اینا بخوان به محمد پسر برادر من آسیب بزنن. اسد ابن زراره که خب این سخن براش سخت بود، خب عرب بهش برمیخورد، کسی من دارن تایید میکنه که تو بیا دوباره تایید بکن. بهش بالاخره سخن سنگین در اومد و شروع کرد جواب دادن. گفت یا رسول الله اجازه میدی من جواب عمو تو بدم چون برام کمی سنگین مسئله هست و اینا. پیامبر گفت خب بگی جواب بده. بعد ایشون بدون اینکه بالاخره چیز کنه اشاره کرد به این که بله یا رسول الله ان لکل دعوت سبیل، بله هر راه دعوت یه راهی داره، دعوت نرمی داره، سختی داره، آسایش داره، بالاخره دشمنی و مشکلات داره. امروز تو دعوت کردی ما رو به راهی که این راه بتونیم مردم رو هدایت کنیم و در واقع این مردم مقابل ما نیستن، ما این بالاخره قالب جامعه هنوز این دین رو نپذیرفتن و ما با سختی و مشکلات زیادی مواجه شدیم. تو ما رو دعوت کردی ما دینمون رو ترک کنیم، پیروی از دین تو بکنیم و این مسیر آسانی نیست، مسیر سخت و مشکلی رو داره، اما ما با همه احوال این رو پذیرفتیم و دعوت تو رو قبول کردیم. بین خودمون، بین مردم، بین همسایگان خودمون بالاخره فاصله ایجاد میشه، دور و نزدیک، ولی از تو حمایت خواهیم کرد و میدونیم به آسانی هم نیست، رنجها و سختی وجود داره و ما گروهی هستیم که در سرزمین خودمون، خانه‌های خودمون با عزت و افتخار داریم زندگی میکنیم، از خودمون حمایت میکنیم، در بین خودمون بالاخره ما قدرت و رهبری هم داریم و این رو داشته باشیم که هر کدوم از ما رهبران قوم خودمون هستیم، آدمای عادی نیستیم، اما کنار شما هستیم، در سختی ها در خوشی ها کنار شما هستیم و هر اتفاقی بیفته ما از شما حمایت خواهیم کرد با زبان خودمون، با سینه های خودمون، با دست خودمون، چرا که حالا ما ایمان آوردیم و قلب های ما بر ایمان ثابت شده. ما بر این با تو بیعت میکنیم، با پروردگارمون بیعت میکنیم، دست خدا بالای همه دست های ماست، خون ما مثل خون تو، خون تو مثل خون ما هستش که و امروز دست های ما در روی دست های تو با بیعت میکنیم. اون چرا که از خودمون
خودمون، همسرانمون، فرزندانمون دور میکنیم، از تو هم دور خواهیم کرد و اون چیزی که برای خودمون بپسندیم برای تو میپسندیم و بالاخره ما به خدای خودمون وفادار خواهیم بود، ما به خدای خودمون خیانت نخواهیم کرد که در قدم این که ما خیانت نخواهیم کرد یعنی از تو حمایت میکنیم، ما با هم برادرانی هستیم و این رو از صداقت قلب میگیم یا رسول الله و از خدا یاری میطلبیم. بعد رو عباس ابن عبدالمطلب کرد، گفت نگاه کن، تو ممکنه به ما امروز این حرف رو بزنی نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و فکر کنی که ما خدایی نکردیم میخوایم خیانت بکنیم و پسر برادرت میدونیم نزد تو محبوب ترین فرد هست، اما ما این راه دور و دراز رو طی نکردیم، این سختی ها رو به جان نخریدیم، این دشمنی ها رو به جان نخریدیم مگر اینکه شهادت بدیم که محمد رسول خداست، رسولی که برای ما فرستاده و پیامبر محمد دروغگو نیست، محمد سخنش با سخن بشریت تفاوت داره. اما اینی که تو داری میگه عهد و پیمان، ما بدونید که از رسول خدا صلی الله علیه و با تمام وجود حمایت میکنیم و این شرط ها رو همه رو میپذیریم. و خب حالا ببینیم چه شرطی وجود داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و گفت نگاه کنید، من شرط میذارم که جز الله رو عبادت نکنید، فقط و فقط الله، این بت کرده و زیارت و اینها رو همه رو بذارید قبرها رو کنار و برای خدا هیچ چیزی رو شریک قرار ندید و من رو مانع بشید، حفاظت کنید از من همون گونه که از فرزندانتون، همسرانتون و خودتون حفاظت میکنید. اونا گفتن فذالک لک یا رسول، چشم، هر چی شما بگید ما این اطاعت میکنیم. همه اینها رو با دیده و دل و جان ما میپذیریم. حالا مفصل‌تر هم برخی اینو نقل کردن. ابن قدامه نقل میکنه، میگه بنی نجار که بالاخره اینجا ذکر کرده، میگه ابو امامه اینا اولین کسی بود که با پیامبر خدا صلی الله علیه و در اون بیعت عقبه در بیعت کرد. باز شعبی همینجوری نقل میکنه که اینجا باز سخن گفته شد در مورد یا معشر الانصار که پیامبر گفت صحبت کنید که خیلی مختصر بگید، چرا که جاسوسانی هستن مواظب با من، زودتر جلسه تموم بشه که بالاخره متوجه ما نشن. نشون میده ذکاوت های دعوت و پرونده دعوت بعد چگونه باشه، مسیر دعوت که انسان در هر مقطعی بدون نقل چی میشه. شعبی هم همین مسئله رو نقل میکنه که بالاخره همین موردی که اینجا اشاره شده که میگه رسول خدا شما شرط بذارید، پیامبر این شرط ها رو گذاشت و بالاخره گفت بالاخره از من حمایت کنید و خدا رو عبادت کنید، برای خدا شریک قرار ندید و فلان و یاران من رو باهاشون مواسات و دوستی بکنید. اونا همه این موارد رو قبول کردن. گفتن خب یا رسول الله در ازای این چی شرط جواب هست؟ گفت بهشت. گفتن حالا بعد دستتو بده با تو بیعت بکنیم که در هر صورت اینجا میگه اسعد حتی اونجا در طرف زنان هم با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرد که اونجا بیعتی که صورت گرفت و مواردی که در این مورد اومده که اینجا ذکر شده. در هر صورت نکته‌ای که در اینجا مهم هست که اینها در این مقطع حساس تاریخی کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وایسادن و اسعد ابن زراره اولین شخص است و جز کلیدی ترین افرادیه که در این مسیر قرار داره. خب تا همینجا مطلب رو داشته باشید، ادامه این داستان رو میذاریم برای جلسه بعد که ما در جلسه بعد بتونیم مسئله رو کاملتر بکنیم که نمیخوام فرصت ها از دست بده، مطالب خیر رو ما خدای نکرده نتونیم کامل ادا بکنیم، حداقل همون مختصر هم که ادا میکنیم در حدی گفته باشیم که در ذهن ما بمونه. تا جلسه دیگه در پناه خدا باشید. خدایا رو نگهدارتون.